سلام دوستان گرامی، امیدوارم حالتان خوب باشد. خوش آمدید به یک ویدیوی دیگر از چینل خودتان. امروز با همدیگر می رویم داخل یکی از والت ها والت می سازیم و همستر را به او وصل می کنیم. تا آخر ویدیو با من همراه باشید و این نکته را فراموش نکنید که ویدیو را با دقت نگاه کنید، چون نکته های داخل ویدیو گفته می شود که خیلی کاربردی است و به دردتان می خورد و بعضی های آنها را اگر ندانید به مشکل برمیخورید. و نکته دوم این است که اگر چینل یوتیوب را سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر شوید. بریم سراغ ویدیو. در قدم اول می رویم بالای ایردراپ کلیک می کنیم و این صفحه برای ما باز می شود. از ما خواسته است که چینل تلگرامشان را عضو شویم و بالای جوین اور تیجی چینل کلیک می کنیم و این صفحه برای ما باز می شود و دوباره بالای جوین کلیک می کنیم و منتظر می باشیم که باز شود و وقتی باز شد در اینجا از پایین صفحه میتونیم چینل تلگرام رو عضو شویم و بعد از اینجا خارج میشه. این بار بالای کانکت یور تون والت کلیک میکنیم. این صفحه برای ما باز می شود و بازم بالای کانکت یور تون والت کلیک میکنیم و با این صفحه روبرو می شویم. در اینجا چندین تا والت وجود دارد و هر کدام از اینها رو که خواستید می توانید داخلش والت بسازید. البته من خودم از تون کیپر استفاده می کنم و برای مثال می آییم تون کیپر رو می سازیم و در این بالا که نوشته است اوپن والت این تلگرام و داخل خود تلگرام هم می توانیم والت بسازیم و در ابتدا تون کیپر رو بررسی میکنیم و بعد می آییم داخل خود تلگرام چگونه والت بسازیم و او را هم بررسی میکنیم. خب بالای تون کیپر کلیک میکنیم و این صفحه برای ما باز می شود و در اینجا از ما خواسته است که ما باید برنامه و اپلیکیشن همو تون کیپر را دانلود کنیم و بالای گوگل پلی کلیک میکنیم و اینستال میکنیم. وقتی اینستال شد باز میکنیم، منتظر میباشیم تا باز شود. ببینید در اینجا با دو تا گزینه روبرو میشه. گزینه اول برای این است که ما والت جدید بسازیم و گزینه دوم برای این است که ما قبلا والت داشتیم و میخواهیم باز کنیم. پس ما میخواهیم والت جدید بسازیم. بالای Create New Wallet کلیک میکنیم و در اینجا ما پاسکد میسازیم برای خود. Create New پاسکد و پاسکد جدید میسازیم و بعد ما پاسکد را تکرار میکنیم. بعد بالای Enable Notification کلیک میکنیم و نوتیفیکیشن را فعال میکنیم که اگر احیانا کدام خبری شد داخل والت به ما خبر بدهد و از اینجا علاوه میزنیم. میایم در اینجا والت ما ساخته شد و بعضی نکته هایی که داخل ویدیو است را بررسی میکنیم و این یادتان باشد که اگر احیانا پاسورد ما گم شود و ما چگونه بتوانیم دوباره با والت خود دسترسی پیدا کنیم. این گزینه برای ما این امکان را می‌دهد که ما وقتی داخل والت خود وارد می‌شویم توسط فینگرپرینت باز کنیم و بالایشان کلیک می‌کنیم و این صحنه به وجود می‌آید و پاسکدی که در ساخت والت زده بودیم همون را در اینجا وارد می‌کنیم و فینگرپرینت ما هم ساخته شد. و حالا می‌رویم بالای سیتینگ کلیک می‌کنیم و این صحنه به وجود می‌آید و بالای بیکاپ کلیک می‌کنیم و این صفحه برای ما باز می شود. در اینجا دقت نمایید که این تنظیمات بسیار مهم است و برای این است که پاسوردتان اگر گم شد می توانید از این طریق والتتان را دوباره باز کنید و دقت نمایید که چگونه ساخته می شود. بالای بیکاپ کلیک می کنیم و کانتینیو را کلیک می کنیم و این صحنه برای ما باز می شود و در اینجا 24 تا ورد یا 24 تا کلمه وجود دارد که به نام ریکاوری فریز یاد می کند
و این ریکاوری فریز را باید در جای نگهداری کنیم از پیش ما گم نشود، که اگر احیانا پاسورد ما فراموش شد ما بتوانیم دوباره همین کیف پول خود را باز کنیم. بالای چک بکپ کلیک میکنیم و این 3 تا ورد را از ما خواسته است که در اینجا وارد کنیم. و اون 3 تا ورد چیست؟ اون 3 تا کلمه یا ورد داخلی این 24 تا ورد قرار دارد که ما از اینجا گرفته ببریم در اونجا وارد کنیم. مثلا شماره 1، شماره 17، شماره 18 را خواسته است که ما باید در اینجا وارد کنیم. خب تمام اون وردها که یاد ما نیست، ما مجبوریم از اینجا یک برگشت بزنیم، برویم ببینیم که شماره 1 و 18 کدام است. برمیگردیم، میریم نوت میکنیم و پیدا میکنیم و بعد دوباره بالای چکاپ میزنیم، میبینیم که این تغییر کرده. این بار شماره 5، شماره 14 و 23 را از ما خواسته است. و هر بار که برگشت بزنیم و دوباره بیاییم ورده ها تغییر میکند. همون قسمی که دیدید این بار ما برگشت زدیم شماره 13، 15 و 21 رو ما خواسته. برای این حل این کار چه کار کنیم؟ ما زمانی که در این صحنه می آییم اول یک تا اسکرین شات میگیریم و او را داخل گالری موبایل ما ذخیره میکنیم و بعد بالای چکاپ میزنیم. خب بالای چکاپ زدیم شماره 6، 7 و 10 را از ما خواسته. من میرم داخل گالری موبایلم و اون عکس را پیدا میکنم و شماره هایشان را از اونجا میگیرم و می آیم در اینجا وارد میکنیم. این همون اسکرین شات است که گرفتم و از شماره 6 از ما خواسته بود. شماره 6 را میگیرم میایم اینجا وومن بود، در اینجا میزنم و بعد میرم دنبال شماره 7. شماره 7 دیکیت است و میایم دیکیت را در اینجا وارد میکنم و حالا دنبال شماره 10 میرویم. شماره 10 ریسایکل است، میایم در اینجا وارد میکنیم. در اینجا یک اشتباهی وجود دارد که گزینه دن برای ما واضح نشد. من شماره 7 را اشتباه زدم و باید اصلاح کنم که شماره 7 با دیکیت که هست با تی نیست، با دی هست. دی زدم و آبی شد و بالای دن میزنیم. بیکاپ فریز ما ساخته شد. حالا می رویم ریکاوری فریز را شو ریکاوری فریز در اینجا کلیک میکنیم و ریکاوری فریز من را گرفته در یک جای کپی میکنیم و اگر پاسورد ما گم شد از اون طریق بتانیم والت من را دوباره باز کنیم. در اینجا کپی است، بالای کپی میزنیم، کپی می شود. وقتی والت ما ساخته شد می آیم همستر را باز میکنیم و بازم بالای ایردراپ کلیک میکنیم و می آیم در اینجا نوشته‌اش کانکت یور تون والت، بالای این کلیک میکنیم. بعد بالای کانکت یور تون والت، بعد بالای تون کیپر میزنیم. بالای تون کیپر که زدیم دیگه والت من کانکت میشود به همستر. این بود از ویدیوهای امروزی. اگر ویدیو مفید واقع شده چینل را سابسکرایب کنید و از زنگوله‌شان را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر ما نیز با خبر شوید. تا ویدیوهای دیگر خدایا را نگهدارتان.